سوال: آیا عسل قوی ترین آنتیبیوتیک طبیعی در جهانه؟ عسل جایگاه ویژه‌ای در تاریخ انسان‌ها داره. شهدی اسرارآمیز که اجداد ما روزهای خود رو به جستجوی اون می‌گذروندند و اون رو خوراکی ارزشمند در رژیم غذایی خودشون می‌دونستند. عسل رو زنبورها می‌سازن. البته نه هر زنبوری. در جدیدترین قسمت پادکست ما داستان زنبورها، عسل و اهمیت اون رو برای انسان‌ها کامل توضیح دادیم و لینکش در توضیحات موجوده. اما بذارین یه خلاصه کوتاه از شیوه تولید عسل رو براتون بگیم. در دنیای زنبورها تنها 7 گونه از زنبورهای عسل هستن که میتونن این ماده غذایی رو به شکل انبوه تولید کنن. زنبورهای مؤنث این 7 گونه از گیاهی به گیاه دیگه پرواز میکنن و نکتار گیاها رو درون شکم عسلی خودشون که مثل یک مخزن هست ذخیره میکنن. وقتی باک عسل این زنبورها پر شد، اونها به کندو برمیگردند و نکتاری که انبار کردن رو روی یه زنبور دیگه بالا میارن. نکتاری که این زنبورهای کوشا جمع کردن به زبان ساده یه محلول آبشکر بیشتر نیست و برای همین احتمال از بین رفتنش زیاده. پس این یکی زنبور مثل یک شیمیدان ماهر آنزیمی کوچولو رو به نکتار اضافه میکنه که ساکاروز موجود در اون رو به مولکول‌های ساده‌تر شکر یعنی گلوکوز و فرکتوز تبدیل میکنه تا ماندگاریش در کندو بیشتر بشه. You're goddamn right. سپس این نکتار تغییر یافته در سوراخ‌های کندو به عنوان ذخیره غذایی انبار میشه. اما این نکتار تغییر یافته هنوز شلوول و حدود 70% آبه که خب در دراز مدت دوباره مشکل اولیه رو برای نگهداریش ایجاد میکنه. پس زنبورها دست به کار میشن و با بالهاشون شروع به باد زدن محلول میکنن و مثل یک فن کامپیوتر اونقدر این فرایند رو تکرار میکنن که میزان آب محلول به کمتر از 20% برسه و نکتار به عسل تبدیل شده باشه. عسلی که در کندو و برای روز مبادا ذخیره میشه یا سر میز صبحونه گذاشته و توسط ما انسان‌ها مصرف میشه. اما این همه ماجرا نیست. آیا میدونستید که بجز اینها عسل یکی از قوی ترین سلاح‌های کشتار جمعی باکتری‌ها به شمار میره؟ از زمان قدیم انسان‌ها علاوه بر استفاده خوراکی از عسل به عنوان یک ابزار درمانی هم استفاده می‌کردند و اون رو روی زخم‌هاشون می‌ذاشتن یا به افراد مریض می‌دادن تا حالشون رو بهتر کنه. و عسل خالص حتی امروزه هم در پزشکی به عنوان یک ابزار درمانی استفاده میشه. اما چه چیزی این خوراکی ذخیره زنبورها رو به چنین ابزار قویی برای مبارزه با باکتری‌ها و قارچ‌ها تبدیل کرده؟ اولین دلیل همون چیزیه که عسل رو انقدر خوشمزه میکنه: شکر. عسل در حالت طبیعی خودش تنها 17% آبه و بقیهش تقریبا همش شکره. شکرهایی که همونطور که گفتیم در 2 حالت ساده شده گلوکوز و فرکتوز در بافت عسل یافت میشن و اون رو به یک ماده فوق اشباع تبدیل میکنن. اتفاقی که بعضی وقتها باعث میشه شکر در عسل مونده گاهی به شکل کریستالی در بیاد، چرا که شکر اضافه از عسل بیرون اومده. و خب این ساختار باعث میشه که درست مثل اسفنج عسل تشنه آب باشه تا شکر درونش رو حل کنه. وقتی یک باکتری نزدیک عسل میشه، عسل آب اون رو تخلیه میکنه و با خشک کردنش باکتری رو از بین میبره. اصلا دلیل این که عسل هیچ وقت خراب نمیشه به خاطر اینه که هر کی بخواد خرابش کنه رو زودتر خراب میکنه. دلیل دیگه وحشی بودن عسل هم اینه که زنبورها موقع ساختش بهش آنتیبیوتیک میزنن. بله، موقع ساخت عسل بخشی از مواد دفاعی ترشح شده در زنبور برای محافظت در برابر عفونت‌های باکتریایی به نکتار ذخیره شده انتقال پیدا می‌کنند و اونجا انبار میشن. و همین آنتیبیوتیک عسل رو از چیزی که هست هم برای باکتری‌ها مرگبارتر و کشنده‌تر می‌کنه. حتی علاوه بر اینها گاهی آنزیم‌های موجود در بعضی گل‌ها مثل لپتوسپرموم اسکوپاریوم که در نیوزیلند یافت میشه به عسل راه پیدا میکنه و اونقدر عسل رو از لحاظ درمانی قوی میکنه که میشه مستقیما از اون در بیمارستان‌ها استفاده کرد. خلاصه که زنبورها و محصول تولیدیشون رو دست کم نگیرید که خیلی خیلی بیشتر از چیزی که فکر میکنید اسرارآمیز هستن. اگه شما هم بعد از دیدن این ویدیو به فکر خرید عسل افتادین، بذارین یه پیشنهاد خیلی خوب بهتون بدیم.
هانیلی یه استارتاپه که کمک میکنه بتونید عسل واقعا طبیعی و بقیه فرآورده‌های زنبور عسل مثل ژل رویال، گرده گل و برموم رو از زنبوردارهایی که متعهدانه و صادقانه دارن کار میکنن بخرید. هانیلی کار تضمین کیفیت و شناسایی زنبوردارهای کاردرست رو انجام میده و دیگه نیازی نیست نگران این باشید که عسلی که میخورید تقلبیه یا نه. با خرید از هانیلی در واقع شما هم کمک میکنید که زنبوردارهای درستکار کسب و کارشون رونق پیدا کنه و هم کمک میکنید جمعیت زنبورهای عسل که با بحران جدی مواجه شده بیشتر بشه. برای کسب اطلاعات بیشتر و خرید عسلهای خوشمزه هانیلی به توضیحات این ویدیو مراجعه کنید. اگه از این قسمت خوشتون اومده، جدیدترین قسمت ما در استریمکست که لینکش در توضیحات هست رو از دست ندین و با اشتراک در کانال شیرفهم و فشردن زنگوله از انتشار ویدیوهای جدید با خبر بشین.